بریم مقایسه JBL فیلیپ 6 با فیلیپ 7 رو ببینیم. JBL فیلیپ، بریم با هم دیگه چند تا از فرقای اساسی بین فیلیپ 6 و فیلیپ 7 رو بهتون بگم و بررسی کنیم. تو بخش طراحی مثل همن و هیچ فرقی با هم ندارن. از لحاظ استاندارد ضدآبی جفت اسپیکر IP بالایی دارن و کامل ضدآبن. سایز این دوتا مدل کاملا مثل همه و هیچ فرقی با هم نداره. فیلیپ 6 کلا یه نوع بند بیشتر ساپورت نمیکنه، اما تو پک فیلیپ 7 دو تا بند مجزاست که با زدن یه دکمه میتونید راحت عوضش بکنید. تازه این دو مدل جفتشون ضد شن و ضد ضربه کاملن. توان خروجی فیلیپ 7 35 واته، بلوتوث 54 ساپورت میکنه و 16 ساعت به شما باتری میده. اما فیلیپ 6 30 وات و بلوتوث 51 ساپورت میکنه با 12 ساعت پلی باتری. فیلیپ 6 از TWS پشتیبانی میکنه، اما فیلیپ 7 از آوروکست. به همین خاطر شما بی نهایت اسپیکر JBL میتونید با هم دیگه لینک کنید.